گروه عالمان شناخته، ادیبان نکته‌دان و اعضایان محفل گنج سخن بهر برپای 130مین نشست این محفل به دیار رودکی شهر پنجکند حضور آوردند. ابتدا آنها از تماشای طبیعت و منظره دلنشین دهه مزار شریف که در جماعت دهات لایق شیرعلی واقع است بهره‌ور گردیدند. همزمان مرقد محمد بشارا که از معروفترین راویان حدیث پیامبر اکرم بود زیارت نموده آنجا با تاریخ مزار و این شخص ناتکرار آشنا گردیدند. این آبیده تاریخی مربوط به عصرهای 12 و 13 بوده. مورخان و کارشناسان میگویند که شکل معماری آن بی‌نظیر و در آسیای مرکزی یگانه است. امروز این موضع تاریخی را آباد و زیبا نگاه می‌دارند و مردم زیادی از داخل و خارج کشور به زیارت این خاک جای قدم می‌نهند. محله ما این مزار شریف است که به اون معنا که مزار قبر است، شریف به معنای عزیز. این بنا برای همه بزرگی اولیا خواجه محمدی بشارا اولش عصر 10 و 12 آخرش 13 و 14 چخیل که دیده ایشتون این صنعت این هنرها دیگر در یگان نقطه تاجیکستان دیده نمیشد. من در آسیا میانه هم نیست. البته بسیار چیزای عجایب ساختگی ساختش مثال نوشتجاتش کندکاریاش همیشه از اول باقی موندگی. این طرزی بابا یک سال تیار شما این تاریخ دهی شما اصلی شخصیت آمدنشون سرشون یا از این کس پیش دور؟ از این کس پیش دوری سودها مثال آدم بود چیز بود از اون زمانهایی که دوری با یک روایت با گفت مورخا این محله ما اصلا مملکت رونج نام داشته است. این خواهی که به زبان سعودی است و چیز بعضی سخنهای معرفه مملکت رونج. بعد از دوره اسلام که اینها آمده اینجا مثلا محدثان حدیث آمده مثلا اسلام رو پهن کردن بعد این مزار شریف شدن. این مزار شریف شدن یا از حساب بزرگی اولیا. از مثال چخیلی که در افغانستان شهر مزار شریف هست با یک روایت یک مرد خواب دیده بود از که در همون شهر حضرت علی آمده گورونده با همون مثال همون جمعه همون در خود شبه هست. این قبرستان های با من اطراف این منظره ها همه شرافت بزرگی اولیا. چون که این کس امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی چندین اولیاهایی که در عالم اسلام گذشتگی درباره این کس معلومات دادگی سخنهای این کس گفتگی. از خودی محمد ابن بشار یگان چیز موندگی؟ البته بسیار حدیثاشون در امام نه اصلی خودشون نه درباره اصلی اینها کم موندگی. اون کس راوی بوده یک راوی حدیث. سپس مهمانان به خانموزه شاعر خلقی تاجیکستان لایق شیرعلی تشریف آوردند. این خانموزه بخشیده به 65 سالگی شاعر تأسیس گردیده بود و هر چیزی که داخل آن گذاشته شده است از تاریخ زندگی استاد زنده‌یاد حکایت می‌کند. حجره مخصوص که خانه مادر نام دارد با اشیا و کالای دوران زندگی لایق جهازانیده شده است. مخصوصاً صندلی و آتشدان مادر لایق خیلی مؤثر است. مهمانان گرد صندلی مادر لایق نشسته از مادرنامه‌اش غزل و ربایی می‌خواندند و طالب آذرخش سرود مادر را زمزمه می‌کرد. و کنجی صندلی بنشسته شبها مادری پیرم تو شاید جامعی دامادی میدوزی بسد نیت کی روزی توی دیده در قدیمن بشکنی ارمان ببینی تا برنگی نو با حسنی نو جوانیت با آن دستان لرزانی شرفمندت بمیرم من
الا مادر الا مادر ایا مادر. حاضرین در مصاحبه و مباحثه ها نگاه به تاریخ روزگار لایق نمودند و صاحبان خانه موزه اوید به تاریخ رسم ها موادهای موزه اظهار نظر نمودند. امروز ما گروهی از استادان دانشگاه دولتی خوجند، قلمکشان، شاعران ولایت سوخت و دیار باستانی پنجکند آمدیم. اکنون رسیدیم به خانه موزه استاد لایق و همه میهمانان محفل گنج سخن که اینجا حضور دارم یک برداشت خوبی از این خانه موزه استاد لایق نمودند و فرصت را غنیمت دانسته به کل دستاندرکاران این محفل گنج سخن و خاصه به رئیس ولایت سوخت عبدالرحمن خادری اظهار سپاس خود را میرسانیم و باور میکنیم که چنین را گرفتن محفل گنج سخن بار دیگر ما را رو به نیاگان، رو به شعر، رو به ادبیات می آورد و باور میکنم که این گونه محافل علمی ادبی سبب پیشرفت فرهنگ و ادبیات در ولایت سوخت و تاجیکستان عزیز ما خواهد بود. در اتاق کاری لایق شیرالی صحبت دلپذیر از فعالیت کاری استاد لایق در مجله صدای شرق صورت گرفت. بعداً دادر استاد لایق شیرالی بهادر شیرالی یک چند سرود دلنشین از آثار استاد ترنم نمود. دوست دم مهمان من شو، گلستان کن دم کاشانه من، بیا هر روز دستی خالی اما دل خالی نیا بر خانه من. من اینجا دیدم که همه شما با دل پر آمدگی خانه استاد با از سرودایی که شما قرائت کردم من خیلی شاد شدم باور کنم، چون که همه مخلص، همه پر شعرهای استاد خیلی های نفس. برای من یک تا سرود همین از سرودی استاد شما رو ببرید تقدیم. بیمان تا در دلی پاکند، دلی من آشیان ماند. بیمان در چشمهای تو جانیم جان ماند. تو با این حسن عالم گیر از عالم چی میخواهی؟ بمان در شعر من از درد دی عشق تو نشان ماند. به مثل خم دهایی آب شارم خم دهایی توست، طبیعت زن
مرد زیباییست آسنی رسایتون کنم بر چاش هر یک میز رو هر حرف شیرم رو سپس مهمانان جاده پنجرود را پیش گرفتند تا محفل علمی و ادبی گنج سخن را در نزد مرقد آدم الشعرا برگزار نمایند. سراول همگان قبر استاد رودکی را زیارت نمودند. آنجا از روزگار عبرت‌آمیز آدم الشعرا یاد کردند. از اشعار شاعر شعرها خواندند. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. مهمانان عالی قدر و بالا نظر ما، دوستان محبت ظریف میر و وحدت پذیر ما، حضور شما را از نام همدیارانم و زادگاه شعر فارسی چنانه که استاد گفتند و زادگاه شعر عالمگیر و ابتداگاه محبت و موفقیت های نظم بلند فارس و تاجیک خیر مقدم نور دیده و تاج سر میگویم و امینم که قدوم مبارک شما به جانهای ما سعادت و به دلهای ما منوری و بزرگی ها را میارد. خوش آمدید. گر بر سر نفس خود امیری مردی بر کور و کرر نکته نگیری مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده بگیری مردی. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستانی پرهنر. مهمانان عالی قدر به درگاه به ناحیه پنجکین خوش آمدید میگویم. قدم های شما مبارک باشد. محفل گنج سخن به دیار سردفتر ادبیات ما قدم مانده است. ما دیروز در کوهستان مسجد بودیم و فکر میکنم که اینجا طالب از سخن بهترین گفتن از اندیشه اون کس در مورد زیارتی تمام بزرگان عالم خاص بزرگان ادب فارسی وقتی که هر جایی که رفتن اکثرش ما رفته دیده و باید امروز تصور کنیم باید احساس کنیم که ما در سرحلقه اون بزرگان ادب قرار داریم و امروز ما سر قبر نفری قرار داریم که ادبیات ما را اساس گذاشته است. ولی امروز محفل گنج سخن با قوان سخن با عزیزان و ادیبان و عالمان اینجا آمدن با آن خاطر که نه تنها به شما سخن گویم بلکه ما امروز میخواهیم که اون وارثان ارزنده استاد رودکی شنویم. ما آمدیم که امروز تا کدام اندازه در این دیار سخن بالا نظم بزرگی فارسی رواج دارد. من فکر میکنم که صحبتی که در پایه مرقد بزرگوار برگزار میگردد سالهای سال در خاطر همه شما میمانند. من تشکر میگویم که ما را رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت ناحیه شهر پنجکین قبول کردن. دوستان ادیبان اینجا حضور دارم به احترام سخن آمدم. فکر میکنم که امروز روحی استاد رودکی شاد است. خیلی که طالب جان گفتن اینجا ما باید شادی کنیم، شعر خونیم، سرود خونیم و آن خاطر که امروز ما اون محفلی که نشست 130میش امروز برگزار میکنند در زادگاه سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک برگزار میشه. من یک بار دیگر همه شما رو با این روز دیگه مبارکباد میکنم و باور دارم که صحبت ما در جلسه گنج سخن ادامه می‌یابد و بازم میگویم که سالهای سال در نوار خاطر ما شما میماند. زیرا
از اون نفرهایی که 10 نفر 12 نفری که اومدن قریب 7 نفر موری اول همین پنجرود اومدن که اولکای زندگیشون و تاریخ زندگیشون به این یک سیفی نام باز میکنه. یک بار دیگر تشکر میگم برای قبول، برای احترام سخن، برای احترام ادیبان. سلامت باشید. مقبره استاد رودکی 18 دکبر سال 1958 بخشیده به 1100 سالگی شاعر روی خود را به اخلاصمندان کلام بده باز نموده بود. ساختمان مقبره در اساس طرح لایحه کشی با مهارت اوکراینی مکوخه که آن شکل معماری زمان سامانیان را به خود گرفته بود بنا گردیده است. آن از کرسی تا کاسه گنبد 12 متر بلندی داشت. داخلش سراسر با مرمر کبوتچتاب روی پوش، پنجره و ستونهای طاق درآمد آن با زرحل حکاکی کرده شده بود. سال 1999 در عرفه جشن 1100 سالگی دولتداری سامانیان با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان از نو تعمیر و ترمیم کرده شد. اکنون هم داخل و هم بیرون مقبره با خشت آرا داده شده است. نمود بیرونی مقبره خیلی نظرربا بوده. 4 در از 4 سمت مقبره باز است. سالهای 2007-2008 به افتخار 1150 سالگی آدم الشعرا در اساس لایحه ترتیب داده ضیا حسنوف مقبره از نوسازی کرده شد و امروز آن خیلی وسیع و برهوا و کاملا به شکوه و شهامت شخصیت استاد رودکی است. 10 سپتامبر سال 1998 در دایره تجلیل بزرگداشت 1150 سالگی شاعر از جانب سرور دولت امام علی رحمان لنت افتتاحی مقبره بریده شده بود. سپس حاضرین از خانموزه استاد رودکی که تاریخ روزگار و آثار شاعر، دریافت استخوان سر او از جانب محققان و دیگر مسئله ها را در بر میگیرند آشنا گردیدند. کتابخانه واقعا قناعتمندی مجمعی مذکور حاضران را شاد و ممنون ساخت، زیرا در کتابخانه تازه ترین نشرهای کتاب ها در برابر نشرهای کهن موجود می باشند. نشست 130مین محفل علمی و ادبی گنج سخن در صحن آرامگاه سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک ابا عبدالله رودکی آغاز یافت. سخن را معاون رئیس شهر حبیبی محبوبه افتتاح بخشیده مهمانان را خیر مقدم گفت. السلام علیکم مهمانان عزیز، حاضرین گرامی. نخست تشریف مهمانان گرامی قدر، عالمان، سخنوران، ادیبان و شاعران را با کهندیار پنجکینت باستانی به زادگاه قافله سرای نظم کلاسیکی تاجیک فارس استاد ابا عبدالله رودکی بدیهه زیبا منظر و در جهان مشهور پنجرود از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، از نام رئیس شهر پنجکین محترم اسلام زیازاده خیره مقدم میگویم. نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت میرزا غفران غفوروف با معروضه تحت عنوان گنج سخن محفل اهل نظر ارائه نموده سلام و پیام سرور ولایت را به حاضرین رساند. ساکنان سربلند شهر پنجکین سلام و پیام رئیس ولایت، معاون اولی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم عبدالرحمن قادری را رسانیده و هر یکی شما خانه آبادی و خوشی‌های زندگی را تمنا دارم. به حکم عنعنه در آمده است که هر ماه یک مرتبه در قلمرو ولایت محفل علمی و ادبی گنج سخن بهر پیش بردن بخش ادبیات، هنر، فرهنگ و تاریخ برگزار می‌گردد. محفل علمی و ادبی گنج سخن با دستگیری بواسطه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت از سال 2004 این جانب عمل می‌نماید. تشبثکار محفل کافدره ادبیات کلاسیکی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف بوده، سروری آن را شادروان عبدالمنان نصرالدین به عهده داشتند.
محفل تا حال با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت با تشبث و راه اندازی شاگردان استاد کار خود را ادامه داده ایستاده است. مسئول محفل علمی و ادبی گنج سخن ادبیاتشناس سید عمران سعیدوف تذکر داد که این سفر دوم ما به وادی زرافشان است. ما با کاروان محفل، کاروان سخن و کاروان مهر و محبت به دیار شما آمدیم. محفل ما رمز دوستی، سعادت و آبادی می باشد. ادبیاتشناس حلیم جان زائیروف از نوگانی‌های علمی و ادبی سخن کرده بیشتر از 20 نامگوی کتاب تازه نشر را معرفی نمود. ادبیاتشناس و شاعر نورعلی نورزاد بخشیده به 150 سالگی نقیب خان طغرل گزارش را تحت عنوان سلطان عالم سخن بیان کرد. او گفت که بخشیده به 150 سالگی نقیب خان طغرل دیوان شاعر به دستگیری رئیس ولایت سوخت عبدالرحمن قادری در مرحله انتشار است. قبلا در پایه مقبره آدم الشعراء استاد اولکی من از بیت نقیب خان طغرل همه شما را خیر مقدم میگم. با محض لطف سوی کلبه من میخیر آمدی، براحت پرده های دیده پایانداز میکردم. اگر ما ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک را به یک حلقه زرین شبیه دانیم، سرآغاز این حلقه در دست استاد عبدالله رودکی است و در پایان ادبیات کلاسیکی ما باز هم حضرت نقیب خان طغرل قرار دارد که این مایه افتخار ما همه ما است. اگر ما از نظر جغرافیایی امروز نگاه کنیم، چند شاعری هستند در قلمرو جغرافیایی تاجیکستان امروز، قلمرو قدیمه که از استاد عبدالله رودکی شروع میشن، بعدا شیخ کمال خوجندی که مقبرهشون در شهر خوجند مقبره نمادین بنیاد شد و ناصر خسرو همچنین نقیب خان طغرل که چهره های خیلی شناختن. نقیب خان طغرل واقعا هرچند که در نوشته تذکره ها به عنوان یک نفر شاعر موفق پیروی بدل معرفی شده است، لیکن جایگاه این شخصیت، این شاعر در ادبیات نیمه دوم عصر 19 و اول عصر 20 خیلی رفیع است، جایگاه خاص است و حتی از روی خود اشعار شاعر احساس می‌شود که پیروی، استقبال و ارادت و شخصیت و اندیشه میرزا عبدالقادر بدیل برای طغرل یک معیار و محک شناخت شخصیت شاعر است، شناخت رسالت شاعر است. مثلا جایی میگوید که در سخن نمی باشد هیچ کس نظیر من، غیر حضرت بدیل من کجا بدل دارم. و در اون روزگار هرچند که بحث های زیادی هست، مثلا که البته موضوع نقد استاد عینی که واقعا اولین محقق، اولین منقد و اولین شخصیتی که استاد شخصیتی نقیب خان طغرل رو بعد از اون مشکلات سیاسی، بعد از اون تهمتی که بر سر این شاعر صاحب نام اومد در کار معرفی هنر شاعری و مقام نقیب خان طغرل انجام دادن استاد عینی در نمونه ادبیات تاجیک هم واقعا یک قهرمانی بود که در اون ایام که مثلا اگر ما گیریم نمونه ادبیات تاجیک در سال 1926 نوشته شد، در اون روزگاری که سال 1919 وقتی نقیب خان طغرل قتل شد، هنوز چهره نقیب خان طغرل با اصطلاح یعنی از نظر سیاسی سپید نشده بود و استاد عینی با اون که مثلا اشاره کردن که این اگر مقلدی بدیل نمیکرد در شعر خیلی موفق میشد، این تنها به خاطر این بود که در پی نوشتن نمونه ادبیات تاجیک که شما ما میدونیم خیلی از مشکلات بر سر استاد عینی اومد، حتی به همون قصه مربوط به استاد آدم الشعراء رو که درباره همون شعری معروفی، قصیده معروف بوی جوی مولیان آلت همین و به هر حال استاد عینی بهای خیلی بزرگ و بلندی را به شعر نقیب خان طغرل دادند و در همین دوره، در این دوره که اگر ما ادبیات نیمه دوم عصر 19 را از نظر موضوع، از نظر جریان‌های ادبی دسته‌بندی کنیم، در نسل بیشتر نسل معارف پروری بود یا بعدتر جدیدی، اما در شعر مکتب پیروان بدیل بود، هرچند که بودن شاعرانی که مثلا از روی خوب تقلید میکردن. بعدا ادیبان پنجکین شعرها خوانده با عالمان و ادیبان ولایت مکالمه علمی و ادبی برگزار نمودند. اون خالقی که رد و بدل آفریده است
جسم تو را ز عطر غزل آفریده است. از حبز شیر تازه برون آمده مگر، یا خالقت چنین ز ازل آفریده است. پروردگار من که جلالش زیاده باد، از نسخه لب تو عسل آفریده است. در شاعری نگاه تو را شاعر اصیل، در عاشقی مرا چه مثل آفریده است. عشق از تو باوری است که زیباست زندگی، آر خدا به هرچی مثل آفریده است. به یار هم دیار دل و برگ آرزو که بودنش بهار دل، سلام من سلام من. به هر که عشق میخرد لباس کینه میدرد، به دیده ها و سینه ها صفای مهر میبرد، سلام من سلام من. به قلب های با صفا، به چشمه های پرزیا، به خاک و آتش و هوا، به دیده های بی‌ریا، سلام من سلام من، درودی بر دوام من. دیگر در برگ گلها لانه باید کرد، به شهرستان دلها خانه باید کرد، پریشان زلف بانوی هوسها را به دستان نزاکت شانه باید کرد. رها از خویش و از منگویی های ما، ره از ما و من بیگانه باید کرد. به لطف یار نزدیک از حریم جان، غمان را پای در زولانه باید کرد. حقیقت را که مفتون دید و مفتون شد، به دنیای ادب افسانه باید کرد. استاد ارجمند، شما از من خواهش کرده که فقط شعر خوانم، اما معلم جانم فرزانه خواستن شما را خوش آمدید هم بگویم. برای من همچون یک نانریزخوری خوان ادبیات، همچون یک کوچکترین و کودکترین تیفلک ادبیات که هنوز معلوم نیست به این راه رفته میتوانم و یا نمیتوانم، خیلی باعث سرفرازی و شادمانی و بالیده بختی است که حضور مبارک شما را در زادگاه شعر و محبت میبینم و خوش آمدید میگویم. یکایک شما را که از خجند باستان برای ما مهر آوردید، عشق آوردید، سخن والا آوردید و کتاب‌های زیبا آوردید و اظهار منتداری خویش را به استادان بزرگ ادبیات و استاد فرزانه و استاد آذرخش مخصوصاً ابراز می‌دارم که با کوشش و دستگیری ایشان مصرع‌های پا در هوا و بی‌معنای ما رنگ و جلای تازه می‌گیرد و خوشا به حال کوچکترین مفتون ادبیات. همه شمایان بیرگان بابای ردکی گفتید، من دخترخواند خردی بابای ردکی هستم. مفتون هدیه میکنم. سلامت باشید. نماینده رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ولایت سوخت مسعود احمدوند برآمد کرده اظهار داشت که آدم الشعرا ابو عبدالله رودکی اساسگزار ادبیات تاجیک و فارس است که ارجگذاری در نزد او هم قرض است و هم فرض. من بسیار خوشحال هستم در این 2 روزی که در ناحیه پنجکند بودم، از جاهای مختلفی بازدید کردم. هر جا که رفتم مهربانی، صفا، صمیمیت و دوستی دیدم و از این بابت از شماها سپاسگزارم. همچنین باید تشکر بکنم مجددا از رئیس محترم ولایت سوخت که همیشه پشتیبان فعالیت‌های فرهنگی بودند، همچنین از دوست خوبم جناب آقای سعید عمران که زحمت میکشن راهبری این محفل بسیار عزیز رو بر عهده دادن. هان ای رودکی از قید غم آزاد. چگونه می شود انسان از قید غم آزاد بگذرد؟ وقتی که عاشق باشد، همه چیز را از نگاه عشق ببیند. وقتی این خیل شد دیگر همه چیزها به چشم آدم شادی می آید. بزرگترین شادی، آدم‌های شاد دنیا آدم‌های عاشق بودند. لیلا و مجنون و عیسی و رامین و همه اینها و همه شمایی که عاشق فرهنگتان هستید، عاشق نیاکانتان هستید، همه شما هم انشالله که همیشه شاد باشید و هیچ وقت غم نبینید در زندگیتان. و همه شمایی که عاشق فرهنگتان هستید، عاشق نیاکانتان هستید، همه شما هم انشالله که همیشه شاد باشید و هیچ وقت غم نبینید در زندگیتان.
شاعر و هنرمند طالب آذرخش با چند شعر و چند ترانه خاطر حاضرین را شاد نمود. رودکی برای ما بیدار، چشم بیدار ما رودکی است، وجدان ملت ما رودکی است، وجدان بیدار ملت ما رودکی است. این رودکی است که 1000 سال، زیادتر از 1000 سال از سرحدها میگذرد، از زمانها میگذرد، از سال و ماهها میگذرد. در دستش یک شناسنامه دارد، شناسنامهش نوشته شده است: من ابو عبدالله رودکی هستم، من تاجیک هستم. زنده باشید. در کودکی دزدیده‌ام سیب زیباغ رودکی، تا حال سیلی میخورم با این خطای کودکی. نه خطا، نه این خطا، این خط تقدیر من است، بنوشته از روز ازل نقاش با طبعی ذکی. سرود و نواهای دلنشین از جانب هنرمندان شهر پنجکین و محفل شکوه و شهامت تازه و خاصه بخشید. اکسیل و خجالی هدایی نه دل را چون موجودی تو شده حیران سخنهای تو جانا قال بگویا. از جانب عالمان و ادیبان به کتابخانه مجمعی رودکی کتاب‌ها هدیه گردید. همچون رهبری مؤسسه دولتی مجمعی جمهوری تاریخی فرهنگی پنجرود، امروز از محفلی که صدرش رو و زیمامش را دانشمند بسیار شناخته و فرهیخته تاجیک، یک نفر تاجیکی بسیار سرسپرده علم و معرفت، متاسفانه شادروان عبدالمنان نصرالدین به عهده داشتند. گرفتن تحفه ارمغان همچون کتاب بسیار یک باعث افتخار بزرگ است و من این تحفه را قبول نموده به شما وعده میدهم که این کتاب‌هایی که امروز من از شما تحفه گرفتم زود خوانندگان خود را پیدا میکنم. تشکر برای تحفه بسیار پرارزش. همین طریق محفل در سطح بلند برگزار شد.